سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کریمی. اخبار شما چطوره؟ شما خوب هستید؟ مرسی، ممنونم از لطف شما خوبی؟ خیلی ممنون. یه تشکر ویژه کنم از شما به خاطر اینکه با عصر کاری زیادی که داشتید وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید و اطلاعاتی رو در مورد روش مهاجرت کشور پرتغال و عزیزان به اشتراک بگذارید. خواهش میکنم، باعث خوشحالی ماست انشالله که بتونیم توی این وبینار کار خوبی رو انجام بدیم. بله، اجازه بدید من کامنت ها رو ببندم و بعد عزیزانی که هر سوالی داشتن ما در انتهای جلسه دایرکت ها و کامنت ها رو باز میکنم، در خدمتتون هستیم. اول از آقای دکتر زاهدی دعوت میکنم که خودشون یه معرفی کوچولو بکنن. اولا که خیلی خوشحالم که این جلسه رو داریم برگزار میکنیم. این وبینار اولین وبینار به زبان فارسی در خصوص گلدن ویزای پرتغال هست که به صورت تخصصی داره برگزار میشه. امیدوارم که برای تمام کسایی که این وبینار رو تماشا میکنن و نگاه میکنن مثمر ثمر واقع بشه. هر سوالی داشتن در خدمتشون هستیم. من ابراهیم زاهدی هستم. عرضم به حضور شما که مدتی که توی پرتغال زندگی میکنم، تقریبا 8 سال دائم، 10 سال عملا در رفت آمد. تحصیلاتم رشته گردشگری در دانشگاه الگارو PhD. عرضم به حضورتون که در ایران هم من تقریبا 10 سال مدیرعامل شرکت سفرهای مارکوپولو بودم و باعث افتخار بود که در بین دوستان باشم و خیلی چیزا یاد گرفتم از مجموعه و الان هم به عنوان شیرهولدر مارکوپولو هنوز در ایران هستم. تقریبا میتونم بگم که بالای 25 سال هست که در صنعت گردشگری فعال هستم و کماکان فعالیم و موضوع اقامت هم عملاً در ادامه بحث گردشگری مطرح شد که موقعی که ما اومدیم اینجا با توجه به سوابق خیلی زیادی که تو بحث اخذ ویزا از کشورهای اروپایی در واقع داشتیم، این کار رو توی پرتغال از سال 2018 روی پرتغال رزیدنسی شروع کردیم. این در واقع من و شما خانم کریمی. شما خودتون معرفی بفرمایید به دوستان. سلام خدمت همگی، من نسرین کریمی هستم، حرفه اصلیم وکالت. در زمینه حقوق تحصیل کردم و تخصصم در حقوق مهاجرت رو از دانشگاه لیسبون اینجا گرفتم و بیشتر امروز چون حول و حوش موضوعمون در مورد گلدن ویزا هستش، من دیگه به مباحث دیگه نمیپردازم. شروع میکنیم که با این عنوان که موضوع تخصصی این لایومون در مورد گلدن ویزای کشور پرتغال و همونطور هم که شما فرمودین اولین باریه که زبان فارسی با در مورد گلدن ویزا و قوانین جدید و مقررات جدید پرتغال ما این لایو رو به درخواست عزیزان برگزار کردیم. خب حالا شروع کنیم ببینیم که اصلا چرا باید کشور پرتغال رو انتخاب کنیم؟ چرا پرتغال؟ چرا کشور پرتغال؟ خب این سوال خیلی خیلی مهمیه برای کسایی که واقعا تصمیم میخوام بگیرم برای مهاجرت. اینکه اولا مهاجرت بکنم یا نکنم، این خیلی مهمه، چون واقعا بعضی اوقات مهاجرت نکردن خیلی بهتر از مهاجرت کردنه. یعنی خیلی از مسائل رو باید سنجید و دانسته عمل کرد. حالا بعد از اینکه تصمیم گرفتیم آقا من میخوام مهاجرت بکنم، حالا به کجا برم؟ چه کشوری رو انتخاب بکنم برای مهاجرت؟ حالا پرتغال میتونه یکی از آپشن های شما باشه برای مهاجرت. یکی از دلایلی که پرتغال خب خیلی خوبه برای مهاجرت شرایط امنیت پرتغاله. ببینید تمام کسایی که دوست دارن به خارج از کشور حرکت کنن، یکی از مسائلشون مسئله امنیته که آقا من خانواده من در امنیت باشم. پرتغال 7مین کشور امن دنیاست. اگر که شما شاخص در واقع صلح و آرامش سازمان ملل رو گزارش 2024 رو نگاه کنید،
پرتغال هفتمین کشوره. و اینکه خب حالا من اومدم پرتغال، نهایتاً به چه نتیجه میرسم؟ ما خیلی از کسایی که با ما تماس میگیرن از تایلند، اندونزی، عمان، امارات، خیلی جا اون طرفا تماس میگیرن و میگن ما چطوری میتونیم بیایم پرتغال. 15 سال مثلا در عمان زندگی کردن، به خاطر اینکه نتیجه‌ای براشون نداشته عملا از نظر اینکه به نشنالیتی برسن، ترجیح میدن که حالا برای بار دوم یه حرکت دیگه ای بکنن. ولی خب این خیلی سخته که 15 سال عمر رو بذارید تو یه جا بعد دوباره حرکت کنید. پرتغال خوبیش اینه که خب شما بعد از 5 سال میتونید اقامت بگیرید و پاسپورتی که دارید پاسپورت اروپایی، شما راحت بین حوزه شنگن میتونید حرکت بکنید. 28 تا کشور میتونید رفت و آمد بکنید. حالا جدیدن یکی دو تا دیگه هم اضافه شدن که اونها رو میتونید برید و پاسپورت خیلی قویه. پاسپورت یکی از پاسپورت‌های قدرتمند دنیاست. 5مین پاسپورت دنیاه پرتغال خیلی بی‌سرصداست، یعنی به نظر من silently the best پرتغال. یکی دیگه از مزایای پرتغال اینه که شما میتونید اعضای خانواده‌تون رو همراه خودتون از همون ابتدا همراه خودتون بکنید که این موضوع خیلی خیلی مهمیه. موضوع دیگه موضوع خدمات درمانی و بهداشت. شما به محض اینکه کارت اقامت میگیرید تحت پوشش رایگان خدمات درمانی قرار میگیرید. اینکه رایگانه واقعا رایگانه، حالا یک سری از جراحی‌ها، یک سری از اعمال، یک سری از داروها قطعا باید هزینه پرداخت بکنید، اما هزینه آنچنانی نداره. یه خورده، یعنی هر چیزی بالاخره خوب و بد داره. خوبیش اینه که رایگانه، بدیش اینه که ممکنه که زمانبر باشه، طولانی باشه و در جمع در واقع نقطه مثبتش بیشتر از نکات منفیشه. موضوع دیگه تحصیلات بچه‌ها تا پایان دبیرستان رایگانه. در دانشگاه هم که وارد میشن عملاً هزینه خیلی خیلی اندکی رو پرداخت میکنن اگر که 2 سال آخر رو در پرتغال تمام کرده باشن. و این شرایطی بود که از نظر من میتونه خیلی خیلی متناسب باشه برای یک نفر هموطن من که پرتغال رو انتخاب کنه به عنوان یک گزینه مهاجرتی. حالا در ادامه صحبت من که تکمیل کنم، یکی در مورد آب و هواشه. آب و هوای بسیار خوبی داره و آب و هوا خیلی سلیقه ها و نظرات ما ایرانی‌ها که دنبال خورشید هستیم و گرما و اینا خیلی نزدیک هستش. دومی که همیشه عزیزانم من میپرسن که تو احساس غربت نمی‌کنی، احساس تنهایی نمی‌کنی؟ یکی از چیزهایی که مهاجرت به نظر من باید در نظر گرفت، بدونی که کدوم کشور رو انتخاب میکنی و مردمان اون کشور چقدر با نظرات و شرایط و سلایق شما همراه هستن و چقدر به خلق و خوی جامعه شما نزدیکترن. میتونم به جرات بگم مردم کشور پرتغال مردمی بسیار خونگرم هستن و به راحتی مهمان نوازن و شما رو تو جمع خودشون پذیرا هستن و من این رو با گوشت و پوست و استخونم بعد از 10 سال کاملا این رو حس میکنم که و اصلا احساس غربت هم اینجا دست نمیده، اصلا احساس دلتنگی نمیکنه و این خیلی مهمه تو زمینه مهاجرت. خب حالا که تصمیم گرفتیم، اصلا این شرایط هم بود، خیلی هم عالی بود و تصمیم گرفتیم که بیایم پرتغال مهاجرت کنیم به کشور پرتغال. حالا کشور با چه روش‌هایی اصلا میتونیم به کشور پرتغال مهاجرت کنیم که از لحاظ قانونی 9 روش برای گرفتن اخذ اقامت پرتغال وجود داره که از D1 تا D9 شروع میشه، مثل تمکن مالی، دانشجویی، کاری و و و و و که میرسیم به موضوع اصلی این بحثمون، گلدن ویزا، که چیزی که گلدن ویزا رو متفاوت میکنه از سایر روش‌های شرط اقامت گلدن ویزا هستش که قانونی ما فقط باید 7 روز در سال داخل کشور پرتغال باشیم. یه توضیحات مختصری در این بدید. خب خانم کریمی، فقط صدای شما هی یه مقدار قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا. الان صداتون هست ولی هی خیلی
انگار که مثلا صدای مقدار کم و بیش قطع و وصل میشه. من اینترنتمو چک کنم. الان صدای من رو داری؟ بله صداتون رو دارم الان. خب عرضم به حضورتون که من خدمت همه دوستانی که اینجا هستن خانم کریمی خود کم لطفی کردم، خودشون رو درست معرفی نکردم به در واقع جمع. خانم کریمی مسئولیت امور حقوقی در واقع مجموعه پرتغال رزیدنسی رو بر عهده دارن و تمام موارد حقوقی و قانونی از کانال ایشون در واقع رد میشه. به خاطر همین روی بحث‌های حقوقی و قانونی بسیار تاکید دارن. اینی که ایشون فرمودن 7 روز در سال واقعا یک گزینه بسیار مناسبی است برای کسایی که توی ایران بیزنس دارن و صاحب کارخونه هستن، صاحب بیزنسی هستن و نمیتونن بیزنس خودشون رو ترک کنن و اقامت جایی رو بگیرن. خب این مدل برای این افراد بسیار بسیار مناسبه، فقط با اقامت 7 روز در سال. جالب اینه که بعد از 7 روز در سال، یعنی شما در عرض 5 سال 7 روز در سال بیایید، یعنی جمعاً میشه 35 روز. با 35 روز اقامت کلی در 5 سال شما میتونید اقدام کنید برای گرفتن در واقع حالا یا پاسپورت پرتغالی یا نشنالیتی یا اینکه اقامت دائم. یعنی کوتاه‌ترین روشی که شما میتونید برسید همین گلدن ویزا هستش. دقیقاً. خب واقعا اگه بخوایم مقایسه بکنیم گلدن ویزای پرتغال رو با سایر گلدن ویزاهای دیگه، مثلا فرض کنید با گلدن ویزای یونان، گلدن ویزای اسپانیا یا ایتالیا یا مجارستان، اینا کیسایی هستن که بیش از 5 سال شما مدت انتظار دارید. مثلا فرض کنید توی یونان شما یکی از گزینه‌هاش اینه که اصلا خب نیاز به اقامت نداره، ولی تا زمانی نیاز به اقامت نداره که شما فقط کارت اقامت رو به دنبالش باشید. اما اگه بخواید برای پاسپورت و نشنالیتی اقدام بکنید، عملا برمیگردن بهتون میگن که خب شما باید سالی 183 روز در خاک یونان می بودید یا اینکه از این به بعد باشید. بعد از 7 سال اون موقع میتونید اقدام کنید برای گرفتن نشنالیتی. خب این خیلی پرتغال رو متمایز میکنه نسبت به سایر مقاصد. یا مثلا اسپانیا حداقل 8 ساله یا سایر کشورهای دیگه. به خاطر همین پرتغال واقعا کوتاه‌ترین زمان برای رسیدن نشنالیتیه. بله. من یه نکته دیگه هم میتونم اضافه کنم که از لحاظ قانونی خیلی از قانون جدیدی که توی کشور تصویب شده، شما نباید منتظر باشین تا کارت اقامت رو عکس کنین و بعد از اون پروسه 5 سالتون شروع بشه. شما بعد از سرمایه گذاری و به محض اینکه پرونده شما بارگذاری شد در سیستم، شمارش معکوس شما برای 5 سال گرفتن پاسپورت پرتغالیتون شروع میشه. در پرتغال به خاطر مسائلی مثل کووید، خیلی از عزیزان بودن به کشور پرتغال اومدن و تعمیرات اداره مهاجرت صفر بود و اداره آیما اسمش عوض شده، تغییر کرده. زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرت متقاضی برای رسیدن کشور پرتغال خیلی شد. برای همین خیلی از کسانی که سرمایه گذاری کرده بودن رفتن شکایت کردن به خاطر طولانی شدن پروسه و دادگاه به نفع، و جالب این بود که دادگاه اومد به نفع شاکی ها رأی داد و اداره آیما که همون اداره مهاجرت یا صفر هست رو محکوم کرد و چون تعداد شکایت بالا بود، دولت این قانون رو تصویب کرد که به پرونده‌تون بارگذاری میشه، مدت ساله شما شروع میشه. یعنی مدت 5 ساله شما از اون زمانی که پرونده‌تون رو بارگذاری کنید شروع میشه. این قانون تصویب کرده. این قانون هم عملا در راستای حفظ حقوق کسایی که سرمایه گذاری کردن بود.
باز چون صدای شما یه مقدار قطع و وصل شد زیاد در واقع مشخص نبود، ولی این قانون هم در راستای حفظ در واقع حقوق سرمایه گذار بود که سرمایه گذاران مثلا هلوش شاید 17-18 ماه سرمایه گذاری میکردن و بعد از اون تازه پروسهشون شروع میشد یا اینکه کارت اقامت میگرفتن و بعد از اون عملا زمان شمارش معکوسش شروع میشد. الان در واقع اون زمان انتظار هم جز اون 5 ساله و این قانون فوق العاده عالی بود که دولت پرتغال این رو تقریبا 2.5 ماه گذشته این قانون رو وضع کردن. یکی دیگه از مزایایی که در واقع گلدن ویزای پرتغال داره عملا اینه که شما میتونید 3 نسل رو همراه داشته باشید، یعنی متقاضی اصلی و همسرش به اضافه فرزندانش و والدین 2 نفر متقاضی، یعنی والدین زن و شوهر میتونن در واقع این افراد رو همراه خودشون داشته باشن و همه اینا همزمان با همدیگه اقدام میشه. اینطوری نیست که اول مثلا یه نفر اقدام بکنه بقیه جوین بشن، نه، همه اینا همزمان با همدیگه است. من یه توضیح قانونی دیگه باز خدمت همه عزیزان بگم که عزیزانی که اقدام میکنن زیر 18 سال باشه، اگر که فرزند خب مشکلی نیست، ولی اگه 18 سال خانم کریمی فکر کنم گوشیتون هی قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا. اجازه بدین. اجازه من عذرخواهی میکنم از همه دوستان اگه صدای منو دارید تا خانم کریمی وصل بشن. صدای منو دارید؟ حالا درسته؟ بله الان صدای منو دارین؟ عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، عذرخواهی میکنم. شاید به خاطر اینکه من 2 تا اینترنت هم همزمان روشن بود شاید مشکلی بود، نمیدونم، حالا ان شاءالله که مشکل برطرف شده باشه. شاید توضیح بدم. فرزندانی که بین 18 تا 23 سال دارن در صورتی میتونن همراه خانواده هاشون باشن، مشروط بر این که در هر جایی که هستن مشروع تمام وقت باشن. در این صورت هستش که میتونن همراه خانواده بشن. و در مورد والدین، شخصی که متقاضی هستش، هم شخصی که متقاضی هست میتونه والدینش رو بیاره و هم همسرشون، مشروط بر این که والدینشون 65 سال به بالا باشن. اگه والدینشون بین سن 60 تا 65 سال باشن، باید حتما از لحاظ قانونی ثابت کنن که از لحاظ مالی یا عاطفی وابسته به خانواده هستن. در صورتش که میتونن همراه. خیلی ممنون از توضیحات شما. خواهش میکنم. حالا که در مورد مزایای گلدن ویزا مطلع شدیم تا حدودی، یه کوچولو میخوایم در مورد انواع گلدن ویزا صحبت. بعضی از عزیزان فکر میکنن که گلدن ویزا فقط خرید املاکه. لطف میکنید آقای دکتر؟ بله حتما. عرضم به حضورتون که سال 2022 در افتتاحیه مراسم وب سامیت هلوش فکر کنم اکتبر یا نوامبر سال 2022 بود که نخست وزیر وقت پرتغال اعلام کرد یک سری از برنامه‌های مهاجرتی اون رو خودشونو کردن و بایستی که یک سری از برنامه‌های جدید معرفی بشن. خب تو اون موقع مشخص نبود منظور ایشون چیه. بعد از چند روز عملاً برنامه جدیدی تحت عنوان دیجیتال نومد ویزا اومد بیرون که در واقع قسمتی از در واقع تمکن مالی یا D7 بود که اومدن اونو کاملا جداش کردن تحت عنوان دیجیتال نومد ویزا، تحت عنوان D8 اون رو در واقع مطرحش کردن و شروع کرد به کار کردن.
اما اینکه کدوم قسمت باید متوقف بشه هنوز نامشخص بود، تا اینکه دولت طرح مسکن بیشتر رو ارائه داد و در طرح مسکن بیشتر اعلام کرد که یکی از دلایل گرون شدن خونه در پرتغال حضور خارجی ها و خرید املاک به عنوان گلدن ویزاست و از اون به بعد در واقع طبل اینکه املاک حذف بشه شروع شد. خب این اتفاق به یک باره نیفتاد. جامعه پرتغال یه جامعه مدنی با دموکراسی که واقعا مردم بهش رأی میدن تشکیل شده، یعنی اساسش بر اینه. از اون موقع تا فوریه در واقع منتظر بودن که این تصمیم گرفته بشه. توی فوریه این تصمیم رو گرفتن که در واقع املاک رو حذف کنن از گلدن ویزا، ولی باز نظر رو موکول کردن به مردم و به مدت 1 ماه این رو برای نظرسنجی مردم گذاشتن. یعنی حتی مجموعه پرتغال رزیدنسی هم به عنوان یک ماهیت روی این قضیه نظر داد که نظر کارشناسی خودمون رو دادیم به دولت و نهایتا دولت تصمیم گرفت که یعنی مجلس تصویب کرد که گلدن ویزای خرید ملک حذف بشه و تا نوامبر سال 2023 این قضیه طول کشید و نوامبر سال 2023 اعلام کردن که گلدن ویزای خرید ملک از سبد گلدن ویزا خارج شد. اما خود گلدن ویزا کماکان پابرجاست و از نوامبر سال 2023 به بعد خب اومدن یک سری برنامه جدیدی رو اعلام کردن. الان در حال حاضر ما خرید ملک به عنوان گلدن ویزا رو توی پرتغال نداریم، اما گزینه‌های دیگه‌ای که داریم، یکی از گزینه‌های خیلی خوب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حداقل صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل سرمایه‌گذاری 500,000 یورو توش، که در واقع بحث امشب ما هست که این برنامه رو کاور بکنیم. این یه روششه. یه روش دیگه‌ای که وجود داره در واقع ایجاد یک شرکت و استخدام بین 8 تا 10 نفر. حالا چرا 8 نفر و چرا 10 نفر بستگی داره که کجا شما این شرکت رو احداث بکنید. یکی از موضوعات دیگه عملاً کمک به مرمت ابنیه تاریخی و احیای هنرهاست که این مورد عملاً شما میایید هبه میکنید در واقع 250,000 یورو رو. و یک مورد دیگه هم که وجود داره 500,000 یورو کمک به مراکز تحقیقاتی، باز هم اون هم در واقع هبه است. شما در واقع این رو میبخشید این پول رو به این مجموعه ها و عملاً پولتون رو واگذار میکنید. یک مورد دیگه هم که وجود داره، شما میتونید با 500,000 یورو بیایید توی یک شرکت سهامی رو بخرید و 5 نفر عملاً شغل اضافه بکنید به اون شرکت. اما از این گزینه ها بهترین گزینهش همون سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاریه که با 500,000 یورو میشه این کار رو انجام داد. حالا یک از سوالایی که خیلی عزیزان از من می‌پرسن اینه که آیا تو هر صندوقی میشه سرمایه گذاری کرد؟ خیر، شما تو هر صندوقی نمیتونید این سرمایه گذاری انجام بدید. این صندوق ها مورد تایید دولت هستن، سازمان مربوطه اینا رو تایید میکنه و یکی از کارهای بخش حقوقی در واقع پرتغال رزیدنسی بررسی این صندوق هاست که کدوم صندوق واجد شرایطه. طبق در واقع بررسی که خانم کریمی انجام دادن و تیمشون روی بحث صندوق ها، الان در حال حاضر هولوش 25 صندوق معتبر وجود داره که میشه توی اونها سرمایه گذاری کرد و گلدن ویزا رو گرفت. و نکته که باید در همه عزیزان خاطرشون کنم که لحاظ دو تا مورد هستش که در سرمایه گذاری میکنیم. یکی این که نوع سرمایه گذاری که داخل صندوق ها هیچ گونه مستقیم یا غیر مستقیم با ملک نداشته باشه. این اول. و دومین این که اون صندوقی که دارید سرمایه گذاری حداقل 60% سرمایه گذاری
باید داخل خاک پرتغال انجام شده 60% اون که دارن داخل خاک پرتغال. این دو تا مورد حقوقی خیلی مهم هستن. حالا که این توضیح دادیم، از نظر زمانبندی پروسه گلدن ویزا آقای دکتر چقدر طول میکشه؟ ببینید، اول اینکه خب پروسه گلدن ویزا چقدر طول میکشه باید استپاش هم بدونیم که اصلا چه استپ هایی داره پروسه گلدن ویزا. یکی از استپ های اول اینه که ما برای شما یک شماره مالیاتی بگیریم. شماره مالیاتی اولا توی پرتغال مهمترین شماره شماست، یعنی هر جا که میرید شما رو با شماره مالیاتی میشناسن. این شماره مالیاتی گرفته میشه. بعد از شماره مالیاتی افتتاح حساب انجام میشه که قسمت خیلی خیلی مهمیه افتتاح حساب و تقریبا تو حدود 45 روز این افتتاح حساب طول میکشه و بایستی که حتما این حساب رو داشته باشید تا بتونید اصلا اقدام بکنید بابت این قضیه. من در مورد حساب بانکی های توضیحات کوچولویی بدم. میتونم به جرئت بگم تیم حقوق پرتغال رزیدنسی تنها تیمی هست که میتونه حضور مشتریان، عزیزان، متقاضیان در معتبرترین بانک‌های داخل پرتغال حساب افتتاح کنه و شخص بدون اینکه وکیلی حسابش دسترسی داشته باشه خودش میتونه مستقیما به حساب دسترسی داشته باشه. از نظر قانونی و حقوقی پولی رو که به صندوق عزیز واریز کنید باید حتما از حساب شخصی شما در خاک پرتغال به صندوق واریز بشه و علت اصلی این موضوع هم اینه که دولت پرتغال شدیداً بررسی میکنه که پول سفید هستش، پولی هستش که بهش اطمینان دارن از راه پولشویی یا موارد دیگه کسب نشده باشه. و یه نکته دیگه هم میتونم شاید خیلی طولانی بشه بحث آقای دکتر عذر میخوام، موردهایی داشتیم که خیلی از عزیزان به تازگی البته به ما مراجعه کردن و برای اقدام بودن از داخل ایران توسط مؤسسات دیگه که حساب بانکی براشون باز کنن، افتتاح کنن، متاسفانه ریجکت شده بودن. اما ما به کمک تیم قوی حقوقی پرتغال رزیدنسی تونستیم براشون افتتاح حساب بکنیم و این جای خرسندی ما هستش. من ممنونم واقعا. همینجا تشکر میکنم از مجموعه از بخش در واقع حقوقی خانم کریمی که واقعا تو این قضیه خیلی کمک کردن با توجه به ارتباطات خیلی قوی که ایجاد کردن با بانک ها. خب ارتباط قوی یعنی کار درست. با توجه به اینکه کار درستی انجام دادیم و با بانک ها کماکان این راه باز هست و میتونیم همونطور که خانم کریمی اعلام کردن بدون حضور شما از ایران در واقع افتتاح حساب رو داشته باشیم. و این موضوعی که عنوان کردن بدون حضور وکیل در حساب، این خیلی مهمه دوستان، چون ما چندین مراجعه اینجا داشتیم که ظاهرا با وکیلشون در پرتغال، حالا بنا به هر دلیلی ممکنه که اصلا سوء تفاهم باشه، ممکنه اصلا زبان همدیگر رو درست نفهمن، به مشکل برخورد کردن و وکیل چون در داخل حساب بوده توانایی این رو داشته که حساب رو ببنده و بلوکه بکنه و این اتفاق افتاده و متاسفانه هیچ کاری هم نمیتونن بکنن مگر اینکه یه حساب جدیدی باز کنن. باز تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه این فرصت رو کماکان برقرار دارید و ما میتونیم برای تمام انواع اقامت‌هایی که نیاز به حساب بانکی دارن، مثل دیجیتال نومد ویزا، مثل تمکن مالی، مثل گلدن ویزا، ما بتونیم کماکان حساب بانکی رو داشته باشیم. از نظر زمانبندی گلدن ویزا چقدر طول می‌کشه؟ بله، بعد از اینکه افتتاح حساب بانکی انجام شد باید بریم عملا به سمت انتخاب اون صندوق سرمایه گذاری که میخوایم توی سرمایه گذاری بکنیم. بعد از اینکه سرمایه گذاری انجام شد
عملاً وارد بحث خود تقاضای اقامت میشیم که حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این زمانها رو تقریبا چیز حدود با توجه به شرایط فعلی تقریبا چیز حدود شاید 17 تا 18 ماه این قضیه طول میکشه که به نتیجه نهایی برسه. بیشترین زمانی هم که میبره عملا بررسی پرونده است و اون زماندهی لازم برای انگشت‌نگاری. البته با توجه به قوانینی که اخیراً یعنی چیز حدود 10 روز پیش دولت جدید پرتغال تصویب کرد و قوانین جدید مهاجرتی رو عنوان کردن، این قوانین این دوره زمانی ممکنه که کوتاه‌تر بشه. امیدواریم. یه سوال دیگه که خیلی مطرح شده این که چه آپشن هایی برای سرمایه گذاری داره؟ خب ما عملا یکی از موضوعات اصلی که توی همین برنامه لایو داریم در خصوص همین موضوعه که آپشنی که الان وجود داره برای سرمایه گذاری، خب یک مجموعه در واقع ریزورتی 5 ستاره در شمال لیسبون هستن که این ریزورت الان کاملا ساخته شده و مدیریت این ریزورت تحت یک برند دارن در واقع برای صندوقشون فاند جمع آوری میکنن و خب میدونید که حداقل میزان سرمایه گذاری برای صندوق های سرمایه گذاری که این صندوق هم جزء اوناست و تیم حقوقی ما بررسی های کاملش رو کردن، از همه نظر در واقع این صندوق واجد شرایط هست، 500,000 یورو باید تو این صندوق سرمایه گذاری کنن. خب پس ما عملا درگیر ملک نیستیم، یک ریزورتی ساخته شده و یک شرکتی مدیریت این ریزورت رو بر عهده میگیره. خب احتمال زیاد میدونید که گردشگری یکی از پردرآمدترین منابع دولت پرتغال و درآمد خیلی زیادی رو از ناحیه گردشگری دارن. به خاطر همین گردشگری حالا چه تو ساخت و ساز و چه تو مدیریت یکی از موارد بسیار پرسود در پرتغال هست. این ریزورت گردشگری همونطور که خدمتتون اعلام کردم 500,000 یورو نیاز داره که شما بیاید در واقع فاندش رو بخرید و گلدن ویزا. اما خب چیزی که متفاوت میکنه این ریزورت رو نسبت به جاهای دیگه اینه که شما بابت این در واقع سرمایه گذاری که میکنید قراره یه سودی رو دریافت بکنید. درسته؟ این سودی که دریافت میکنید این شرکت میگه که من قراره که در طول 5 سال به شما یه سودی رو بدم. این سود من 101,000 یوروه، یعنی بابت 500,000 یورویی که شما میذارید بعد از البته ببخشید این صندوق 6 سال است، بعد از 6 سال شما 101,000 یورو میگیرید. اما این صندوق میگه که من اون 101,000 یورو رو همون ابتدای کار به شما میدم، یعنی شما عملاً نیاز به 500,000 یورو ندارید، نیاز به 399,000 یورو پول دارید. و یکی از آپشن‌های دیگه‌ای که داره خود این صندوق امکان وام دادن به شما رو داره. 74 تا 74,000 یورو میتونه به شما وام بده. یعنی اگه شما بخواید بگید که 74,000 یورو هم به شما وام بده، شما عملاً با 325,000 یورو میتونید بیاید سرمایه گذاری کنید توی این صندوق و گلدن ویزای پرتغال رو عملاً کسب کنید. حالا اتفاقی که میفته اینه که اون 74,000 یورو رو شما 2 تا آپشن دارید. شما میتونید 74,000 یورو اصلا بر نگردونید و در انتهای 6 سال چون موقعی که این سرمایه گذاری دورش تموم میشه اون پول اولیه شما به شما بازگشت داده میشه، یعنی 500,000 یورو که شما دادید در انتهای 5 سال یا 6 سال به شما عودت داده میشه. حالا اون 74,000 یورویی که اون شرکت به عنوان وام به شما داده در انتهای 5 یعنی این دو حالت یکیش اینه که شما بر نمیگردونید، در انتهای در واقع 5 سال شما 500,000 یورو منهای 74,000 یورو رو دریافت میکنید. این یا آپشنشه. آپشن دوم اینه که
نه شما میگید آقا من این 74,000 یورو شما رو در عرض 3 سال به شما برمیگردونم. خب اون شرکت هم میگه اوکی شما اینو به من برگردون، میگه سودش در عرض 3 سال میشه 11,100 یورو با 74,000 یورو، شما در عرض 3 سال این پول رو به من برگردون، در انتهای 6 سال من عین 500,000 تای شما رو برمیگردونم. یعنی این آپشن خیلی خیلی مناسبی. همچین آپشنی الان توی پرتغال وجود نداره که شما بتونید با 325,000 یورو سرمایه گذاری اقدام کنید برای گرفتن در واقع گلدن ویزای پرتغال. خیلی مناسبه. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم بحث گردشگریه. تو مباحث گردشگری توی پرتغال واقعا سوخت و سوز خیلی خیلی کمه، چون کشوری که سمت گردشگری بسیار داره میره و رونق داره میگیره. این بحث جهت اطلاعاتون در سال 2019 تعداد گردشگری که به پرتغال مراجعه کرده، پرتغال رو انتخاب کرده به عنوان مقصد گردشگری، 25 میلیون نفر بوده. در پایان سال 2023 یعنی بعد از دوران کووید که همه جا خراب بود، در پایان سال 2023 این تعداد رسید به 30 میلیون نفر و الان که سال 2024 هستیم تخمین زده میشه که رکورد 30 میلیون نفر در پایان سال 2024 زده میشه. یکی از در واقع دیدگاه هایی که دولت پرتغال داره برای توسعه گردشگریش مارکت های توانمند و پولداره مثل امریکا و مثل کانادا و به شدت داره روی این کشورها کار میکنه که بتونه توریست از این کشورها بیاره و به واسطه کاری که داره میکنه الان خب ما تو منطقه الگارف هستیم، جنوب پرتغال. جنوب پرتغال یه فرودگاه داره تحت عنوان فرودگاه فارو. فرودگاه فارو خب فرودگاه بین‌المللیه ولی فرودگاه کوچیکیه، فرودگاه زیاد بزرگی نیست. اما الان ما پرواز مستقیم از نیویورک داریم به فارو و پرواز مستقیم از کانادا داریم، از تورنتو داریم که الان ما خودمون توی مجموعه پرتغال رزیدنسی خب دوستانی که توی کانادا کار میکنن تورهاشون رو با ما میارن در واقع پرتغال و این باعث توسعه گردشگری شده. به خاطر همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تو بحث گردشگری دارن کار میکنن صندوق‌های قابل اعتمادی هستن. یکی دیگه از مباحثی که این صندوق رو کاملا متفاوت میکنه، چون این صندوق الان خب یه فضای خیلی بزرگی و این ریزورت الان ساخته شده، ریزورت اوبیدوش هست، ساخته شده و تعداد واحدهای خیلی زیادی الان توش وجود داره. میگه به خاطر اینکه من شما رو گارانتی بکنم که در واقع این پولتون سر جاش هست و تکون نمیخوره و شما مطمئن باشید، میام این واحدایی که اینجا دارم رو با شما در واقع به صورت شریکی با هم دیگه یک، اینجا بهش میگن در واقع CPCV، میشه قولنامه، یه حالت قولنامه‌ایه. میان اینا قولنامه میکنن که اگر اتفاقی افتاد برای سرمایه شما میتونید مالک اون واحد بشید و اینجا عملا شما رو کاملا تضمین میکنن که همه چیز اوکی. یک مورد دیگه ای که دارن توی شرایطشون اینه که تضمین میکنن بعد از 6 سال اون 500,000 تایی که شما روز اول سرمایه گذاری کردید رو به همون مبلغ 500,000 تا ازتون بردارن و این رو در واقع قرارداد بای بک گارانتی میبندن در همون روز اول. خب این آپشن خیلی خوبیه که دوستان کسایی که علاقمند هستن به بحث گلدن ویزا و امکان سرمایه گذاری رو دارن میتونن این بحث رو برن جلو و روی این مقوله میتونیم کار بکنیم. این در واقع موضوع خیلی مهمی بود که امروز بهش می‌خواستیم بپردازیم. حالا باز هر گونه سوالی بود هم میتونید روی اینستاگرام بپرسید، هم میتونید روی واتساپ ما بپرسید و ما در خدمت شما هستیم. آقای یه سوال کوچیک، صداتون نمیاد. الان داریم. هزینه های دولتی گلدن ویزا
ببینید هزینه های دولتی برمیگرده به هزینه های بررسی پرونده شما و هزینه کارت اقامت. هزینه بررسی پرونده برای هر پرونده 773 یوروه تقریبا، حالا شما بگید 800 یورو برای هر پرونده، و برای عملا صدور کارت اقامت 7730 یوروه که اونم تقریبا محاسبه کنید 8000 یورو. این به ازای هر نفر هست و در انتهای سال دوم که عملا کارت اقامت تمدید میشه این مبالغ نصف میشه برای تمدید. بله. خب خیلی ممنون. این مبحث گلدن ویزا انقدر پاهای زیادی داره که با یک جلسه میشه تمام اطلاعاتش رو در خدمت همه عزیزان گذاشت و من فکر میکنم که احتیاج هستش که چند بار ما لایو ها رو تکرار کنیم تا شاید بتونیم مبحث گلدن ویزا رو به طور کامل پوششش بدیم و اطلاعات بیشتری رو در خدمت همه عزیزان بگذاریم. یه سری سوالات که عزیزان مطرح کردن، من فکر میکنم که یک سری از سوالات خدمت من ارسال کرده بودم. سری سوالم از دایرکت. بله یه سری سوالا رو من دارم، یه سری سوالا رو هم ظاهرا شما دارید. شما میخواید سوالات یکی بخونید، یکی شما بخونید، یکی من بخونم. خب اول سوال این که از صدای من خوب دارید؟ یه مقدار قطع و وصل میشه ولی بفهمید. اجازه بدید ببینم درست میشه. الان چی؟ الان صدای من رو دارید؟ الان خوبه. اولین سوالی که یکی از عزیزان از من پرسیده بودن این بود که آیا امکان تغییر اقامت از نوع تمکن مالی D7 به گلدن ویزا وجود داره؟ بله عزیزان، شما میتونید نوع اقامت خودتون رو از D7 یا از گلدن ویزا به D7 یا از D7 به گلدن ویزا تغییر بدید. دقیقاً کاملا درسته. با این تفاوت که از D7 به گلدن ویزا میتونید تغییر بدید در صورتی که در خاک پرتغال باشید، اما تغییر دادن از گلدن ویزا به D7 اونا حتما باید از سفارت پرتغال در ایران اقدام بکنید وگرنه امکان پذیره. من یه سوال بخونم. پرسیدن که هزینه های اداری و دولتی گلدن ویزا چقدر است؟ خب اینو همین چند دقیقه پیش گفتم، تقریبا 8000 یورو برای کارت اقامته و تقریبا 800 یورو برای بررسی پرونده. سوال بعدی رو من بخونم. حداقل چند سال باید سرمایه گذاریمون رو حفظ بکنیم؟ حداقل 5 سال باید سرمایه گذاریتون رو داخل خاک پرتغال حفظ کنید و بعد از اینکه منجر به بحث پاسپورت شد میتونید سرمایه گذاریتون رو به هر جایی که خواستین انتقال بدید. بفرمایید. سوال بعدی پرسیدن که شرط اقامت در خاک پرتغال چقدر است؟ خب فکر کنم منظورش این بوده که حداقل شرط اقامت برای رسیدن به پاسپورت چقدره. سالیانه 7 روزه، 7 روز در سال باید در خاک پرتغال بمونید. یکی از خوبی های این ریزورت گردشگری که با هم دیگه صحبت کردیم و اطلاعاتشو خدمتون دادم اینه که خود این ریزورت سالیانه 14 روز به شما اجازه اقامت در هر یک از این واحدهای ریزورت رو به صورت رایگان میده. پرسیده بودن این بود که آیا امکان سرمایه گذاری در چند مختلف وجود داره؟ بله عزیزان، شما میتونید همزمان سرمایه خودتون رو در چند صندوق مختلف سرمایه گذاری کنید که منجر بشه به گرفتن گلدن ویزا. دقیقاً. یعنی این که مثلا شما اگه 500,000 یورو باید سرمایه گذاری کنید، میتونید توی صندوق 200,000 یورو سرمایه گذاری کنید، توی صندوق 100,000 یورو، توی صندوق دیگه 200,000 یورو. پس این امکان وجود داره. عالی. من سوال بعدی رو بخونم. پرسیدن که این پروژه‌ای که الان معرفی کردید آیا به عنوان املاک محسوب می شود؟ خیر.
این پروژه‌ای که الان معرفی کردیم هیچ ارتباطی به املاک نداره. همونطور که میدونید هر گونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم هر پروژه سرمایه‌گذاری با املاک واجد شرایط گلدن ویزا نیست و این پروژه هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری املاک چه مستقیم چه غیر مستقیم نداره. شما سرمایه‌گذاری میکنید در شرکت مدیریتی این مجموعه. سوال بعدی پرسیده بودن کسانی که گلدن ویزا میگیرن از چه حق و حقوقی برخوردار هستن. عزیزان، همه کسانی که برای گلدن ویزا اقدام میکنن همه حق و حقوقی که یک شهروند پرتغالی داره رو دارن به جز یک چیز. شما میتونید رأی بدین. فقط نمیتونیم رأی بدیم. خب خب من سوال بعدی رو میخونم. پرسیدن که برای اخذ ملیت و پاسپورت پرتغالی چه مدارکی نیاز است؟ خب عزیزان، بعد از 5 سال که شما یک کارت 2 ساله و یک کارت 3 ساله داشتید میتونید اقدام کنید برای گرفتن نشنالیتی. چه مدارکی میخواد؟ شناسنامه‌های ایرانیتون رو میخواد، عدم سوء پیشینتون رو میخواد که دقت بکنید هر دو بایستی لیگالایز سفارت پرتغال در ایران رو داشته باشه و عرضم به حضورتون که پاسپورتتون رو میخواد به اضافه مدرک زبان در سطح A2. مدرک زبان در سطح A2 تقریبا میشه از اینترمدییت پایین تر که تو بحث زمان بهش میگن lower intermediate. مجموعه‌ای که ما باشون همکاری داریم مجموعه پورتولینگو هست که خب زبان پرتغالی رو تدریس میکنن. portolingo.pt هست که معمولا ما روی استوریای روی پستایی که میذاریم در واقع منشنشون میکنیم. اگر کسی علاقمند بود به بحث زبان میتونن به پورتولینگو مراجعه بکنن. مجموعه بسیار قوی و خیلی خوب هستن که در واقع ما باشون همکاری داریم. آیا گلدن ویزا ملیت و پاسپورت پرتغالی اقامت دائم میشه؟ بله عزیزان، شما به محض اینکه پروندهتون رو بارگذاری میکنین این شمارش معکوس 5 ساله شما انجام میشه و شما میتونید که ملیت و پاسپورت پرتغالی رو هم بگیرید. بسیار. یه سوالی رو پرسیدن، اینکه با توجه به صحبت‌های خانم دکتر کریمی تغییراتی در قوانین و مقررات مهاجرت به پرتغال ایجاد شده است. می توانید بگویید که این تغییرات چیست؟ خب من فکر کنم که این تغییرات بعد تغییراتی انجام شده و تقریباً یه نوعی مهاجرت به پرتغال رو دگرگون کرده. از نقطه نظر ما خیلی خیلی خوب شده چون دیگه در واقع شاید یه خورده سختگیر شدن، ولی سختگیر از نوع خوب، از نوع اینکه قراره که یک سری مشاغلی اعلام کنن که تحت اون مشاغل شما بتونید بیاید ولی فکر کنم که کلا این مباحث چون مباحث خیلی زیادیه. در واقع خانم کریمی اعلام کردن که نزدیک 41 مورد هست اینا که این خودش نیاز به یه جلسه لایو دیگه داره. من از خانم کریمی خواهش می‌کنم که اگه که ممکن باشه برای این برنامه تغییرات جدید که انجام شده اگه بتونیم یه دونه لایو بذاریم با مجموعه در واقع با تیم حقوقی، خیلی ممنون میشم که زحمت دادیم شما رو در واقع این رو هم انجام بدیم. برای دوستان خیلی خوبه که بدونن چه تغییراتی انجام شده، آخرین و آپدیت ترین اتفاقات پرتغال در خصوص قوانین رو بدونن چیه. این خیلی مهمه. پس حتما اگه ممکنه یه برنامه‌ریزی بکنید و اعلام کنید. حتما. خیلی ممنون. سوال بعدی، اقامت گلدن ویزا چقدر اعتبار داره؟ عزیزان، کارت اقامت گلدن ویزا در مرحله اول 2 ساله صادر میشه و در مرحله بعدی 3 ساله براتون صادر میشه. پس یک کارت
اقامت 2 ساله داریم و بعد یک کارت اقامت 3 ساله و بعد هم که منجر به گرفتن اقامت دائم و پاسپورت میشه. بسیار عالی. دوستان پرسیدن که آیا میتونید با وکالت برای من در پرتغال حساب باز بکنید؟ بله، ما در واقع میتونیم برای شما حساب بانکی در پرتغال افتتاح بکنیم. این پروسه تقریبا 45 روز اتفاق میفته و در بانک های بسیار معتبر پرتغال این کار رو انجام میدیم. هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشید. دوست عزیزی که این سوال پرسیدن حتما با بخش در واقع ارتباطات ما ارتباط بگیرید، بخش فروش و عملا تقاضاتون رو بذارید که باهاتون در ارتباط باشیم. سوال بعدی، صدای من رو دارین؟ صدای من خوبه الان؟ بله. آیا سفارت پرتغال در ایران در پروسه گلدن ویزا نقشی داره؟ خیر عزیزان، سفارت پرتغال در ایران هیچ نقشی نداره. تنها نقشی که داره، شما برای لیگالایز کردن مدارکتون باید به سفارت پرتغال در ایران مراجعه کنید، وگرنه بقیه موارد تماما در داخل خاک پرتغال انجام میشه. دقیقاً. سوال دیگه ای که پرسیدن سوال این بوده که مدارک مورد نیاز برای انتقال پول به بانک چیست؟ فکر میکنم که شاید مفهوم این سوال بیشتر این بوده که شاید چطوری باید نشون بدیم که پولمون پول سفیده، به خاطر اینکه شما اولا که خب میتونید هر جوری انتقال بدید پولتون رو. برای در واقع انتقال پول نیاز به مدارکی ندارید. شما میتونید این پول رو از طریق صراف یا هر کسی دیگه‌ای به حسابتون توی پرتغال واریز بکنید. اما اگر منظورتون این هست که فردا پس فردا تیم حقوقی بخوان برگه در واقع اظهارنامه بانکی رو براتون بگیرن و بانک تایید بکنه که این پول سفیده، خب نوع این پولی که نوع این در واقع گردش این پوله، گردش این نقل و انتقال خیلی مهمه. شما فرض کنید یه پولی رو دارید توی ایران، این پول رو دادید به صراف به یکی دیگه داده، اون نفر ریخته توی حساب شما. خب این گردشه کاملا باید مشخص باشه. یعنی با توجه به کارهایی که خب مجموعه حقوقی انجام دادن، اگه اینها رو با ما در جریان بذارید، ما دقیقا میتونیم راهنماییتون کنیم که چگونه این روند رو بریم جلو که فردا پس فردا بتونیم به راحتی اظهارنامه بانکی رو بگیریم. مدارک خاصی پس نیاز نداره، فقط این روند مهمه. و حالا مدارکی ممکنه که مدارکی از شما بخواین که این پول رو از کجا آوردید. شما ممکنه بگید که من این پول رو ملکی داشتم فروختم. خب مدارک فروش اون ملک رو ازتون میخوام. پس اینا رو همیشه باید داشته باشید همراه خودتون. حدیثی که دیگه بودن پرسیدن، من قبلا شماره گرفتم 2 سال، آیا شماره مالیاتی هنوز معتبر است یا دوباره باید بگیرم؟ عزیزان، شماره مالیاتی مادام العمره، یعنی وقتی شما شماره مالیاتی دارید اون برای همیشه معتبر هستش، نیازی نیست شما دوباره برای گرفتن شماره مالیاتی اقدام کنید. بسیار عالی. سوال دیگه ای که پرسیدم، مدت زمان اخذ اقامت گلدن ویزا چقدر است؟ تقریباً هولوش 17 تا 18 ماه باید روش حساب بکنید. البته این در حال حاضر این مقدار هست. با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده، قوانینی که در واقع اومده بیرون و فرصی که دولت گذاشته برای حل و فصل این در واقع تلمبار درخواستایی که هست، این احتمال میره که در آینده این زمانبندی کم بشه. بله. سوال بعدی که پرسیده بودن، آیا گلدن ویزای پرتغال متوقف شده؟ نه، گلدن ویزای پرتغال متوقف نشده. تنها چیزی که سبب گلدن ویزا حذف شده خرید املاک هست. یعنی شما قبلا میتونستید در طریق املاک گلدن ویزا بگیرید، اما الان فقط اون شخص برداشته شده
و شما شرایط دیگری رو برای گرفتن گلدن ویزا داریم که انشالله با آقای دکتر زاهدی لایو داریم و کاملا تمام مطالب رو و تمام شرایط رو به شما عزیزان توضیح میدیم. خیلی هم عالی. سوال دیگه ای که پرسیدن، دوستی پرسیدن که خانواده من اقامت برزیل رو داریم، برای پرتغال از چه ویزاهایی میتونیم اقدام بکنیم؟ خب اقامت، آیا ویزای دیجیتال نومد ویزا را شما اقدام میکنید؟ اول اینکه خب شما که اقامت برزیل رو دارید میتونید از معاهده بین پرتغال و کشورهای پرتغالی زبان که یک معاهده 10 کشور است، از اون معاهده میتونید بهره برداری کنید و نسبت به گرفتن اقامت پرتغال اقدام بکنید. شما برای گرفتن اقامت پرتغال هر مدل اقامتی میتونید انتخاب بکنید و داشتن اقامت برزیل میتونه بهتون کمک بکنه. این که پرسیدید آیا ویزای دیجیتال نومد ویزا رو ما اقدام میکنیم؟ بله، ما ویزای دیجیتال نومد ویزا رو هم اقدام میکنیم. ما تمام انواع اقامت‌های پرتغال رو تو سبد کاریمون داریم و تا اونجایی که ممکن باشه همراه شما هستیم تو تمام موارد. سوال بعدی که یکی دیگه از در رابطه با ثبت شرکت در یک شرایط و هزینه رو عزیز نازنین، امیدوارم سلامت باشید. لطف کنید به دایرکت پرتغال رزیدنسی پیام بدید که واتساپ بدید، در خدمتتون هستیم تا چون این مبحث خیلی طولانی و کلی هستش اینجا کاملا توضیحش داد، ولی در خدمتتون هستیم. خب یه سوال دیگه ای که اومده اینه که مبلغ سرمایه گذاری چقدر باید باشد و تا چه زمانی قابل برگشت است؟ خب اینو صحبت کردیم. مبلغ سرمایه گذاری 500,000 یوروه و بعد از 5 سال میتونید این مبلغ رو بردارید، اما با توجه به صندوقی که صحبت کردیم، این صندوق خاص، شما میتونید با 325,000 تا وارد بشید عملا. خب سوال بعدی. من اینجا دیگه سوالی ندارم. خب پس من این طرف توی دایرکت خودمون سوالات بیشتری داریم. من این سوالا رو مطرح میکنم. مطرح کردن که در چه صورت امکان داره که اقامت تمدید نشه. اقامت در صورتی تمدید نمیشه که شما سرمایه گذاریتون رو عملا حذف بکنید. یعنی اگه 500,000 تا یا هر مبلغی که داشتید پس بگیرید، اون اقامت دیگه تمدید نمیشه. سوال دیگه‌ای که پرسیدن اینه که آیا برای تسریع روند گلدن ویزا میتوان با ویزای توریستی از داخل پرتغال اقدام کرد؟ ببینید، گلدن ویزا کیسیه که شما برای، یعنی روندی که شما میتونید با ویزای توریستیتون انجام بدید عملا فقط تو خرید همون سهامه که اون خرید سهام رو هم ما به صورت راه دور انجام میدیم، نیازی بهش نداریم. اما اگه شما میتونید ویزای توریستی بگیرید بیایید اینجا، خب چه بهتر. در واقع از همون شرکتی که مد نظر هست به اتفاق میریم اونجا و این خریداری انجام میشه و بقیه مراحلش نه، چون عملا حضورتون تو اینجا کمکی نمیکنه مگر تو خرید سهام و اون هم عملا به خاطر که خودتون حضور دارید شاید دوست داشته باشید این اتفاق بیفته. سوال دیگه که پرسیدن این که آیا ممکن است در پروژه ها و استارتاپ هایی که خودمان مالک آن هستیم سرمایه گذاری کنیم؟ دوست عزیز اینو پرسیدن. بله، شما میتونید پروژه‌ای که خودتون روی در واقع شرکتش رو داری، اولی که باید شرکت باشه، فقط استارتاپ نمیتونه باشه، یک شرکت ثبت شده باید باشه. شما میتونید 500,000 یورو توی این صندوق سرمایه گذاری بکنید، مشروط بر این که 5 تا شغل جدید هم ایجاد کرده باشید و 5 نفر رو استخدام کرده باشید. یک سوال بعدی که پرسیدن، بله این سوال خیلی خوبیه. پرسیدن که هزینه زندگی در پرتغال چقدر است؟ خب واقعا هزینه زندگی تو پرتغال اولا که بله در پرتغال
اسکوتیسم. دقیقاً همین رو خواستم بگم که من فکر میکنم که از تیم اجرایی که تو همین در واقع لایو هم هستن اگر یادداشت بکنن، یکی از لایوامون رو اگر موافق باشید شما هم بذاریم برای هزینه‌های زندگی در پرتغال. چون ببینید هزینه‌های زندگی در پرتغال یک سری معیارهایی داره، همه چیز واقعا بستگی به لایف استایل شما داره که شما چه لایف استایلی دارید میری جلو. ممکنه یکی با کمترین هزینه اینجا زندگی بکنه، ممکنه یکی با 10 برابر اون هم اینجا نتونه زندگی بکنه. واقعا لایف استایلی که تعیین میکنه شما چه هزینه هایی دارید. اگه این رو تیم اجرایی در واقع یادداشت بکنن، یه لایوی هم در رابطه با هزینه ها بدیم که دوستان بتونن تصمیم گیری بکنن. یکی از من از دوستانی که حضور دارن هنوز توی سمینار من دارم میبینم 64 نفر 66 نفر الان حضور دارن توی این در واقع داره همینطوری مثل چیزم میره بالا، مثل بازار بورس امریکا داره میره بالا، 71 نفر شدن. عرضم به حضور شما که خدمتتون عرض میکردم یکی از چیزایی که من خیلی بهش تاکید دارم اینه که واقعا شمایی که تصمیم دارید برای مهاجرت کردن تصمیم مطلع بگیرید، حالا به قول انگلیسی‌ها informed decision داشته باشید. زمانی که شاید ما اقدام کردیم برای اومدن پرتغال 8-9 سال پیش، اون موقع دوستان اینقدر اطلاعات واقعا وجود نداشت. یعنی این اطلاعاتی که الان شما دارید تو همین وبینار کسب کردید، واقعا این اطلاعات اون موقع اصلا وجود نداشت. یعنی خود ما که اومدیم اینجا با اطلاعاتی اومدیم اینجا که موقعی که اومدیم اینجا 50% اون اطلاعات اشتباه بود و بابت اون 50% اشتباه اطلاعات هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم. ولی الان که اینقدر اطلاعات وسیع شده، جمع ایرانی‌های حاضر در پرتغال زیاد شده، خب اطلاعات هم بیشتر هست قطعا. اون زمانی که ما اومدیم خب جمعیت ایرانی در پرتغال خیلی انگشت شمار بود. خب الان تقریبا یه جامعه شاید 1600-700 نفری توی پرتغال هستن تو کل پرتغال، ولی خب باز اطلاعات خیلی بیشتر شد. اینکه یعنی تصمیمی که میگیرید واقعا بر اساس تصمیم درست باشه، اطلاعات درست. اینی که میگم درست به خاطر اینکه اطلاعات اشتباه تا دلتون بخواد زیاد هست. و اگر که لطف بکنید شما و بتونیم این برنامه‌های وبینار رو بذاریم، کمک بکنیم به تصمیم گیری دوستان. به نظر من یه برنامه هم یه وبینار دیگه هم باید اصلا باید مهاجرت بکنید یا مهاجرت نکنید. بعضی اصلا احتیاجی ندارن مهاجرت کنن. یعنی واقعا همینه. اطلاعاتی هم در این زمینه خیلی خوبه. واقعا همینه. چون ببینید زندگی کردن تو خارج از کشور اینه که شما هر آنچه بودید و ساختید و توی عمرتون این کارو کردید همه رو باید بذارید کنار، باید از صفر شروع بکنید. از صفر باید شروع کنید. این از صفر شروع کردن برای خیلی از آدم‌ها سخت از صفر شروع کردن. ممکنه که یک نفر توی ایران صاحب کارخونه‌ای باشه که 10 نفر جلوش خم و راست میشن، صبحانه‌شو براش میارن، چاییشو براش میارن، موقعی که مهمان میاد دم در اتاق میشینه تا ایشون رو ببینن. اما اون فرد موقعی که مهاجرت میکنه ممکنه که کارهایی رو بکنه که شاید اصلا دوست نداره بکنه. خب پس آیا باید اون فرد مهاجرت بکنه یا نباید مهاجرت بکنه؟ خب اینا همه چیز واقعا اینی که شما عنوان کردید، من خیلی خوشحال میشم که اگه این برنامه رو بذاریم و از کسایی که توی پرتغال هستن یا جاهای دیگه توی دنیا هستن
و مهاجرت کردن و حرفشون مستند هست. نمیخوایم هر کسی باشه که حالا در واقع اطلاعات نادرسته حرفای مستند بزنن که آقا آیا درسته که اصلا من مهاجرت کنم یا درست نیست که من مهاجرت بکنم. در صورت خیلی ممنون میشم این لایف ها رو حتما ادامه بدیم که بتونیم کسایی که تصمیم میگیرن حالا یا به پرتغال، چون خیلی از اینا اصلا ارتباطی پرتغال هم نداره، برای هر جای دنیا ممکنه باشه، کمک کنه به تصمیم گیری. حداقلش اینه که بدونید موقعی که دارید میاید یک کشوری مثل پرتغال قراره چه اتفاقاتی براتون بیفته، یعنی چشم و گوش بسته نباشید. من یه تشکرم بکنم از تمام دوستانی که میبینم اینجا. خب خیلی از دوستانی هستن که با ما اینجا اومدن، یعنی الان ساکن پرتغال هستن، دارن وبینار ما رو میبینن. از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همشون. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستن و امیدوارم که خیلی زود ببینیم مجددا توی پرتغال. و خیلی از دوستان دیگه ای که خب کارهای از آژانس ها هستن میبینم اینجا هم هستن، چون ما با آژانس های زیادی کار میکنیم توی سطح ایران، آژانس های معتبر خوب و اینجا هستن. خیلی ممنونم از حضورشون و تمام کسایی که زمانشون رو گذاشتن توی این وبینار، همراه ما بودن. باعث خوشحالی ما شد که این وقت رو در خدمت ایشون باشیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتید. یه توضیحاتی در مورد گلدن ویزا که به امید خدا ادامه داره و هر گونه سوالی در هر به گروه پرتغال رزیدنسی پیام بدید تا پیگیری میشه و در اسرع وقت به تک تک سوالات پاسخگویی خواهد شد. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم خانم کریمی. در خصوص خود پرتغال رزیدنسی ما عملا یک مجموعه با سرویس کامل هستیم، یعنی از A تا Z رو ما سرویس میدیم. ما میگیم که مجموعه هستیم که از همون ابتدای تصمیم گیری به شما کمک میکنیم که تصمیمتون رو بگیرید. حالا میخواید پرتغال بیاید یا نمیخواید پرتغال بیاید فرق نداره، به شما کمک میکنیم که تصمیمتون رو بگیرید. ما الان کسایی رو داریم که با ما ثبت نام میکنن که 1 سال پیش با من مصاحبه داشتن و بعد از 1 سال اومدن دارن ثبت نامشون رو انجام میدن. پس ما یه مجموعه هستیم که از A تا Z همه کارهای داخل پرتغال رو انجام میدیم برای اقامتتون. یکی از کارهای جدیدی که انجام دادیم، فرم هایی رو طراحی کردیم، فرم های حالا تحت عنوان ایمیگر اسست و ایمیگراسیست. اینها در نوع خودشون بی‌نظیر هستن. عملاً موقعی که ما کار کردیم هیچ کسی این کارا رو نکرده بود و الان به عنوان یه مجموعه که فقط این فرم ها رو داره و عملا ما میتونیم با تکمیل اون فرم ها میتونیم تشخیص بدیم که شما چه نوع اقامتی براتون متناسب هست، که اینها رو وبسایتمون هست، میتونن دوستان بهره برداری کنن. و عرضم به حضورتون که توی بحث نشنالیتی ما ملیت‌های مختلف رو کار میکنیم. ما بازارمون فقط ایران نیست، ما الان از کانادا، از امریکا، از حوزه خلیج فارس در واقع داریم کار میکنیم. مشتریان اون قسمت رو هم داریم. حالا ممکنه خیلی‌ها بپرسن مگه کانادایی‌ها، آمریکایی‌ها میان پرتغال؟ بله، به تعداد زیادی. خود خانم کریمی من میدونم که دوستانی رو دارن که از اونجا اصلا اومدن، درسته؟ آره. در صورت آلمان، هلند، سوئد خیلی از عزیزان هستن که به تازگی مهاجرت کردن به پرتغال. دقیقاً. حالا اونایی که داخل اتحادیه اروپا هستن ممکنه که وضعیتشون فرق بکنه برای جابجایی اقامتشون، اما اونایی که توی امریکا و کانادا هستن باید مثل یه ایرانی شروع کنن کارهای اقامتشون انجام، یعنی دقیقاً همین پروسس که الان داره. تقریبا میتونم بگم که پرتغال جزو شماره 1 امریکا بوده برای تمکن مالی. خواستم یه توضیح کوچیک هم آخر بدم که کارهایی که ما انجام میدیم. من عرض دیگه ای ندارم اگر شما امر دیگه ای داشته باشید.
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و خیلی ممنون از همه عزیزانی که همراه ما بودن. خوشحالیم که اطلاعات درست رو در خدمت شما در اختیار عزیزان بگذاریم. هدف دادن اطلاعات درست هست به شما. انشالله که لایو بعدی رو هم زودتر برگزار میکنیم با امید خدا. بفرمایید. من فقط بگم چون پرسیده بودن توی من چند تا دایرکت داشتم، بعضی از دوستان نتونسته بودن حاضر بشن. ما این برنامه رو در واقع فیلمش رو روی یوتیوب میذاریم و لینکش رو بهتون میدیم که از اول تا آخر نگاه کنید. هر سوالی هم بود در خدمتون هستیم. من همینجا خداحافظی میکنم از حضور تک تک شما عزیزان. انشالله که اینجا تو پرتغال ببینیمتون. خدا همراهتون باشه، روزتون هم خوش. خانم کریمی خیلی ممنون. روز شما به خوبی و خوشی باشه. خدا حافظ شما. خدا حافظ.